چرا فروغ فرخزاد شاعر مهمیه؟ فروغ با زبانی صریح و جسورانه و در عین حال عاطفی به مسائل اجتماعی، زنان، زندگی و عشق میپردازه و در یک کلام مناسبات انسانی براش دغدغه مهمیه. فروغ صدای اعتراض و عصیان زن ایرانیه و مسائلی مثل عشق، شهوت و استقلال زنان خیلی براش مهمه. در این حال به مسائلی مثل فقر، تبعیض و نابرابری اجتماعی اشاره میکنه. فروغ فرخزاد یکی از مهمترین شاعران زن تاریخ ایران و در این حال شعر نیماییه. و در آخر فروغ فرخزاد به زن ایرانی جسارت این رو میده تا صدای خودش رو در جامعه و خصوصا در شعر داشته باشه. مجموعه کامل آثار فروغ فرخزاد، چاپ قبل از انقلاب، نسخه سلفون و کلکسیون